پدر پولدار، پدر بی پول. اثر رابرت کیوساکی. ترجمه مامک بهادرزاده. مقدمه. این یک نیاز است. آیا مدارس بچه‌ها را برای ورود به دنیای واقعی آماده می‌کنند؟ پدر و مادر من عادت داشتند این جملات را تکرار کنند. سخت درس بخوان و نمرات خوبی بگیر تا شغل خوبی با درآمد بالا نصیبت شود. هدف آنها در زندگی فراهم آوردن امکانات تحصیل دانشگاهی برای من و خواهر بزرگترم بود. از دید آنان با این امکان ما می توانستیم بزرگترین شانس موفقیت را در زندگیمان داشته باشیم. هنگامی که من سرانجام در سال 1976 با غرور و سربلندی و تقریباً با بالاترین نمرات کلاسی از دانشگاه ایالتی فلوریدا فارغ التحصیل شدم، والدینم به اهداف خود دست یافتند. این موفقیت تاج افتخار زندگیشان بود. برای دستیابی به نقشه بزرگ نهایی، من به استخدام یک شرکت حسابداری مهم درآمدم و به سوی داشتن یک شغل دائمی و بازنشستگی خوبش که در سنین نسبتاً پایینی نصیبم میشد گام برداشتم. شوهرم مایکل نیز مسیر مشابهی را پیمود. ما هر دو از خانواده‌های سخت‌کوش و متوسط اجتماع اما با وجدان‌های کاری بالا بودیم. مایکل هم با سرافرازی درسش را به پایان رسانده بود. او 2 بار به دانشگاه رفته بود. بار اول مدرک مهندسی و بار دوم از دانشگاه حقوق فارغ التحصیل شده بود. وی بلافاصله توسط یک شرکت حقوقی معتبر و با نفوذ در شهر واشنگتن که کارش به ثبت رساندن و دفاع از حق انحصاری اختراعات بود استخدام شده و آینده‌اش روشن به نظر می رسید. مسیر کاریش کاملا مشخص و بازنشستگی آن در سنین پایین کاملا تضمین شده بود. گرچه ما در مشاغلمان موفق بودیم، ولی هیچ کدام کارهایمان را آنطور که انتظار داشتیم سریع به دست نیاورده بودیم. هر دوی ما بارها حرفه‌هایمان را عوض کرده بودیم به دلایل قابل قبول بسیاری، اما هیچ قانونی وجود نداشت که برای این زمانهای از دست رفته حقوق بازنشستگی تعیین کند. وجوه بازنشستگی ما فقط از طریق حق بیمه شخصی که هر ماه به تامین اجتماعی می‌پرداختیم تأمین می‌شد. من و مایکل زندگی فوق‌العاده‌ای داشتیم که نتیجه‌اش 3 فرزند بود. الان که دارم اینها را می‌نویسم 2 تن از آنان در کالج درس می‌خوانند و سومی به تازگی وارد دبیرستان شده است. ما برای اطمینان از اینکه فرزندانمان از بهترین امکانات تحصیلی و دانشگاهی برخوردار خواهند بود، هزینه زیادی صرف کردیم. در سال 1996 یک روز پسرم با سرخوردگی و یأس از مدرسه به خانه آمد. او از درس خواندن خسته و دلزده شده بود. با اعتراض پرسید: چرا باید این همه از وقتمو برای خوندن درسی تلف کنم که یه ذره‌ش هم تو زندگی واقعی به دردم نمیخوره؟ من بدون کوچکترین تفکری بلافاصله پاسخ دادم: چون اگه نمره‌های خوبی نگیری نمیتونی وارد دانشگاه بشی. او پاسخ داد: من چه به دانشگاه برم و چه نرم، به هر صورت تصمیم دارم پولدار بشم. من با صدای آمیخته به اضطراب و نگرانی‌های مادرانه جواب دادم: اگه نتونی مدرک دانشگاهی تو بگیری، مطمئن با شغل مناسبی هم نخواهی داشت و اگه شغل مناسب نداشته باشی، چطوری میتونی پولدار بشی؟ پسرم خنده زورکی کرده و از روی خستگی و ملالت به آهستگی سرش را تکان داد. ما قبلا هم بارها در این مورد گفتگو کرده بودیم. او سرش را پایین آورده و چشمانش را چرخاند. سخنان پندآمیز مادرانه من بار دیگر به گوش‌های بسته او برخورد می‌کرد. علی‌رغم هوش و اراده قوی، او همیشه پسری مهربان و مؤدب بود. شروع کرد: مامی، حالا نوبت منه که سخنرانی کنم. با زمان جلو برو. به دور و برت نگاه کن. پولدارا که به خاطر تحصیلاتشون پولدار نشدن. مایکل جردن و مادونا رو ببین. حتی بیل گیتس هم از دانشگاه هاروارد اخراج شد، ولی تونست کارخونه مایکروسافت رو تأسیس کنه. حالا هم ثروتمندترین مرد ایالات متحده آمریکاست، در حالی که هنوز 40 سال هم نداره. اون بازیکن بیسبال رو بگو که توپ مینداخت، سالی 4 میلیون دلار پول در میاره. تازه این در حالیه که بهش میگن اون روانیه. سکوت طولانی میان ما حاکم شد. متوجه شدم دارم همان نصایحی را به پسرم میکنم که والدینم به من کرده بودند. دنیای پیرامون ما عوض شده بود، اما نصایح تغییری نکرده بود. داشتن تحصیلات عالیه و کسب نمرات ممتاز دیگر الزاماً ضامن موفقیت نبود و به نظر نمی رسید کسی جز فرزندان ما متوجه این موضوع شده باشد. او ادامه داد: مامی، من نمیخوام به اون سختی که تو و پدر کار کردید کار کنم. تو پول زیادی در میاری. ما هم توی خونه بزرگ که امکانات راحتی و تفریحی داره زندگی میکنیم. اگه من به نصیحت‌های تو گوش بدم، آخرش به همون جایی میرسم که تو رسیدی. سخت‌تر و سخت‌تر کار کنم فقط برای اینکه مالیات بیشتری بپردازم و تو بدهی‌های بیشتری فرو برم. هیچ امنیت کاری هم تو این وسط وجود نداره. من همه چی رو در مورد تعدیل کارمندا میدونم. همینطور میدونم که درآمد فارغ التحصیلای دانشگاه امروز به مراتب کمتر از زمانی که شما از دانشگاه فارغ التحصیل شدید. به دکترا نگاه کن، اونا حتی به اندازه مخارجشون هم در نمیارن. میدونم که نمیتونم روی بیمه‌های تامین اجتماعی یا حقوق بازنشستگی